هر قدر که موافقت با نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه، امو قدر نماز به نزد الله تبارک و تعالی مقبول است. از او خاطر نماز بزرگترین عبادت است که رابطه ما و شما را با الله متعال قائم میکنه. یقینا در بین عبادات مثل نماز و عبادت سختگیری هم نشده. در کل عبادات علما محققین که اتفاق سرش داره در ترک نماز کافر میگه. اگه آدم اگه کلی عمر نماز نمیخونه امو طور آدم کافر میگه علمای محققین. اما به ترک دیگه عبادات علما اتفاق نداره که او کافر باشه. از او خاطر در بخش نماز انسان باید بسیار کوشش بکنه که همه سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رعایت بکنه. اگرچه مناسب بود که ما یک ورقه در هر معامله که حدیث آمده حواله میدادیم، ان شاء الله در آینده ای حواله میدیم که خطر کس باشه ایره نوشته میکنیم. امروز فقط تنها عمل کردی از ایره، برنامه عملی از ایره انجام میدیم تا که باشه برای برادرها که خوب واضح شوه که نماز چه قسم انسان استاد میشه و چی باید بکنه. اولین کاری که در نماز میشه استاده شدن انسان است و چه قسم کالای بدن خود درست بسازه. زمانی که انسان در نماز استاد میشه، اگر کسی چادر و پا داره، یکی بعضی دوستای ما چادرها را اینطور کشال میمانه، این صدل است. در حدیث من آمده تا که نمیطور تو ندیشه یا اینطور پس اینطور نکنی، این در جمله صدل میه. همچنان اگر چپن باشه که آستین شیلا میکنی، این هم در جمله صدل میه. اینطور باید نباشه. هر چیزی که در سر است این را آدم باید جمع بکنه. یکی پایچه های مردا همیشه از ساق پایین نباشه، چی در نماز چی در غیر از نماز. البته در نماز بیخی زیاد چیسته که پیغمبر علیه السلام در یک حدیث در آورده که پیغمبر حتی حضور سری و صحابی پس گشتن به خاطر که پایچه‌اش خیلی پایین بود. اما زن بالمقابل پایچه‌اش باید آنقدر پایین باشه که در پشت پای ایجا بخوره. پایچه زن همیشه در پشت پای بخوره و زن اجتناب کنه از امچو گاچاو که پشت سر مویایشان معلوم میشه و گردنشان معلوم میشه. ستر عورت امور میگه که حکم الله است. اگر در تاریکی یک زن نماز میخونه، اگر دست خودی تو برزده بخونه نمازش نمیشه. چرا؟ به خاطر که ستر عورت حکم الله است. حکم الله در هر وقت است. چی جای ازی که بعضی زنا اینطور چیسته چادری که بالکل گردنش معلوم میشه، مویایش معلوم میشه، دو نماز میخونه نمازش نمیشه. سری زن ستر عورت مکمل است، رویش عورت نیست و کفای دستش عورت نیست. زن میتونه بیرون چادر هم دستای خودی طور بالا کنه، اما بهتر است که در زیر چادر بالا کنه، بیخی خوب میشه. اما مرد باید کشیده باشد. تا در وقت سردی صحابه کرام دستای خود در زیر پتوهای خود بالا کرده تا سینه را دست بالا کردن هم در زیر پتوها آمده. مسافه پای در وقت استاده شدن اگرچه صریح حدیث در این مورد نه آمده، اما چند حدیث دلالت به این میکنه که اندازه پایا در حالت طبیعی انسان است. حالت طبیعی انسان که آدم استاد میشه برابر شانه هاست، یعنی که پای نه خیلی شفت باشه که ولی لنگر انسانی طرف میشه، تنگ میشه، نه اینطور چاک باشه. بعضی مردم ها اینطور میشه و این از کجا معلوم میشه؟ در یک حدیث میگه که کسی نماز میخونه بوتای خود طرف راست نگذاره، طرف چپ بگذاره. اگر طرف چپ نفر بود باز بوتا را بگیره در بین پایای خود بگذاره. دو بوتا وقتی ما در بین دو پای میگذاریم حتما مسافه 4 انگشت گپا نمیشه، بلکه چی است؟ زاید است. او زاید چقدر است؟ از این اونمو مقداری است که برابر شانه است. و یک وجه دیگه از این معلوم میشه که باید چقدر باشه. یک 3 نفری فامیده در اینجا یک صفحه بسته کنن که شما ببینید، سعی کنه افراط و تفرید نباشه. 3 نفر هم اینجا ماشاءالله این قسم شانه‌تان بچسبانی، خب پایتان نمیچسبه. 4 انگشت اگر بکنی 4 انگشت سعی کنی برادرها در اینجا که 4 انگشت اگر مسافه میگیرن شانه‌شان چسبیده است اما پایا چسبیده نیست. حالی خب وسعت بده پایتان که شانه‌تان خلاص خطا بخوره. خب زیاد کنی، خب زیاد، خب چاپ کن آدمی موقع بده برش فردین چاپ چی کی اینه شانه اینجا خطا خورده
پایا چسبیده. دیده؟ پس این طوری اگر کسی استاد میشه افراط میکنه، زیادت میکنه. اگر کسی 4 ناخن میگونه ایام در دین نیست قطعا. خب اونجا تاکید در صف آمده. تاکید در صف اینطور آمده. بخاری شریف باب میگذاره، نعمان ابن بشیر و انس رضی الله عنه میگه که ما مامور میشدیم که شانه را به شانه بچسبانیم و پای به پای. یکی در مورد صف پیغمبر میگه که صف آنقدر شما بچسبانی که شیطان تیر نشه مثل بزغاله واره. این حال شما در حالت عادی که شانه برابر شانه‌تان از پایتان جور کنی، ام پایتان میچسبه و ام شان اینه. این حالی برادرها دیدی سعی که برابر شانه اگر پای میشه، ام در بین دریجه خالیگاه باقی نمیمانه که شیطان تیر شود. صف بسته شده. بعضی ملاهای بدبخت میگه در انتقاد در اعتراض میگه، او ملاهای بدبخت میگه شیطان در زیر لنگای تیر میشه. تو سری پیغمبر اعتراض داری او شیطان خبیثی قدر متکبر است که در زیر لنگ تو تیر نمیشه. اگر این گپ می بود که در زیر لنگ تیر میشد، باز خب پیغمبر علیه السلام تو اعتراض میکنی. پیغمبر خو میگه که در صف فرجه را باقی نگذاره، در صف فرجه را باقی نگذاره. یک اینی از حدیث ها معلوم شد که مسافه پای برابر شانه است و برابر شانه اینی قدر است. اینی انگشتاره که بینی سیستم بگیری اینه در بین پایتان اینی تر مسافه بکنه، ام پای میچسبه ام شد. الله براتون اجر بده. هر کس اگر زن در صف استاد میشه جماعت میکنه، اگر مرد اینی طریقش است. هر کس به خود چی نمی باشه، پایچه ها بلند است. عزیزان گرامی در این صورت زن چادر خود کلان میپرته خیلی زیاد مکمل. مردم اگر چه سطر عورت مرد از ناف تا زانوست، زانو هم در عورت داخل است. اگر یک کسی یک مرد در تاریکی نماز میخونه فقط یک زانوش مکمل تا اینجا رانش لچ است، نمازش نمیشه. چرا؟ یه امر الله تبارک و تعالی است. در حالت عبادت الله باید ولو تاریکی هم باشه، هیچ کس هم نباشه، تو را باید پد بکنی. این سطر عورت است. اما یک مرد اگر در یک چادر یا یک چیزی نماز میخونه میشانه، از پیغمبر اسلام در این مورد سوال شد، گفت در شرطی که شانه پنهان باشد. از این معلوم شد که در نماز خواندن پنهان کردن شانه هم ضروری است. شانه اگر لج باشه نماز نمیشه. باقی منصر لج باشه، دستا برزده باشه، پایچا خیلی بلند باشه، این پروایی نداره، نماز میشه. خو عملی دائمی ترجور نشود. عملی دائمی در نماز آدم کوشش میکنه به مو وضعیت و خاصیتی که در پیش یک پاچا میری و تو خوب معلوم میشی، سنگین معلوم میشی و نمو قسم لباس باید رعایت انسان در نماز بکنه. چرا که ملاقات با امر الله تبارک و تعالی است. اولین چیزی که اینجا انسان میکنه نیت است. نیت در زبان قطعا ثابت نیست. پیغمبر علیه السلام نگفته. اصل نیت در لغت عربی قصد قلب میگه. کتابای لغتی را مکمل گرفته. ملا علی قاری رحمت الله علیه محدث است، شارح مشکات است، عالم حنفی است. سری موضوع نیت خیلی بحث کرده و نیت به زبان بدعت گفته. بحر رایق صاحب فتح القدیر که از علمای احناف است، شارحین اسوام بدعت گفته. تنها صاحب هدایت نیت به زبان مستحب گفته و وجه شام ایرا گفته که اکثر مردم در این زمان تشویشی است، از او خاطر نیت به زبان بکنه که قلبش جمع شود. لیکن ما میگیم که پیغمبر علیه السلام میفهمید که در آینده مردم چی رقم حالت می داشته باشه. حتما در احادیث خود توصیه میکرد که در فلان زمان باز شما اینطوری نیت بکنی. نه، نیت قصد قلب میگه. اگر از نماز است، اگر از روزه است، اگر سجده تلاوت است، اگر جنازه است، اگر نماز عید است، هر چیز، اگر وضو است، اگر هر عبادت به نیت صحیح نمیشه. یک عبادت یالله به نیت صحیح نمیشه. خب نیت چی را میگه؟ قصد قلب. ما شما که در پسشوی هم میخیستیم نان میخوریم، برای چی میخیستیم؟ بس اینی نیت است. من این یالی پیشین است خیستم، امیالی خیستم، برای چی خیستم؟ سنت 4 رکعت سنت میخوانم. اینی نیت است. چی میگم؟ الله آیسته که الله اکبر. در زبان چیزی نمیگم. کسی که در زبان نیت میکنه بدعت میکنه. ابن قیم رحمت الله علیه 10 مفاسدی به زبان نیت کردن بیان کرده. از او خاطر به زبان نیت نیست. بعضی مردم ها میگه اقرارم باللسان و او اقرارم باللسان تصدیق بالقلب و تشریع ایمان است. ایمان چی را میگه؟ بگوی تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا. او تشریع ایمان است، تشریع نیت نیست. نیت قصد قلب میگه. از او خاطر ضرورت به زبان شور دادن نیست. ما به طور مثال این حالی ما نماز سنت پیشین است خیستم، کمی خیستم به نیت سنت خیستم، الله اکبر میگم.
دست بالا میکنم. دست بالا کردن 4 کیفیت در حدیث آمده، تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوشه، تا سر گوشه. در نرمی گوش چسباندن در یک حدیث نآمده و اینطور به پره گرفتن نآمده. بالا کردن، مقدار بالا کردن چند شد؟ 4 در احادیث صحیح. سینه، شانه، زیر گوش، سر گوش که انگشتا تا سر گوش اینطور باشه. زیادتر معمولی پیغمبر علیه السلام و صحابه تا کجا را بوده؟ شانه را بوده. هر عملی از این 4 قسمه که کسی بکنه این را تنوع در عبادت میگه، یعنی پیغمبر نوع عبادت کرده، هر کدامش میتونی، ممنوعیت نیست. خو دست بالا میشه، کف طرفی چی میباشه؟ قبله. با این سیستم بالا میشه. انگشتا با هم چسبیده نیست، انگشتا با هم خیلی باز و گشاده هم نیست. انگشتا حالاتی چی را داره؟ عادی را. انگشتا اینطور قد کدگی و تو کدگی هم نیست. انگشتا همینطور چی هست؟ باز است. اینی طور بالا میشه. صحیح است؟ من یاد کردم اینالی. الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر کی گفته میشه؟ 3 طریقه در حدیث ثابت است. الله اکبر، الله اکبر اول گفتم، بعد از او چی کردم؟ دستا را بالا کردم. الله اکبر اول دستا را بالا کردم، بعد از او الله اکبر. با می بالا کردن چی گفتم؟ این راجح هست، زیاد خوب همی است که الله اکبر. صحیح است؟ اینی طور دستا بالا کردن است. در اینجا زن مرد قطعا تفاوت وجود نداره، در یک حدیثی را کشیدن نمیتونه. مثل که در فقه حنفی است که زن تا شانه را بالا کنه، خب مردات اینطوری پره دست اینطوری گرفته می باشه، انگشتایش هم قطع اینطوری میکنه، قطعا در حدیث ثابت نیست. صحیح است؟ بعضی چی میگه؟ میگه دستا را تا اینجا را بایا کو که کف در اینجا بیا و سر در اینجا بیا. نه، این کیفیت خودی پیغمبر به می کیفیت بالا کرده، هیچ کدام پروایی نداره. این طریقه الله اکبر گفتن است. یادتان باشه که الله اکبر درست گفته شود، الله کوبر نمیشه، الله اکبر، حق بر نمیشه، الله اکبر، الله. اینا بسیار کوشش کنیم. نماز یک عبادت خیلی مهم است. در این مورد حیا نکنیم که والا من کلان آدم هستم چطور بشینم با تجوید قرائت خود درست کنم، کلمات نماز خود درست. نه، در این عیب نیست. صحابه کرام ریش سفیدا مسلمان شده بود، یاد میگرفت یا نمیگرفت؟ یاد میگرفت. بالکل. ما چون خودی ما به توجهی کردیم، باید عالی کوشش بکنیم همه گپا را یاد بگیریم. دستا بسته میشه. در زیر ناف که دست میگه، در زیر ناف دست است، اما خود علمای احناف میگه که ضعیفترین حدیث است. اما در سر چی؟ روایت ابن خزیمه صحیح است. اگرچه شیخ البانی رحمت الله علیه میگه که در اونجا هم یک شخص راوی به نام اسماعیل ابن معمل میگه او ضعیف است. لیکن این حدیث تاییدش توسط دیگه شده. یک حدیث مرسل ابی داود است، او صحیح است به نزد او محدثینی که مرسل سند است، یعنی استناد سرش میشه، خونه صحیح شد. به نزد او محدثینی که سند نیست، حدیثی که در سر سینه آمده این حدیث را تایید میکنه، این شاهد برش میشه. و یک تایید دیگه در خود بخاری است. در بخاری میگه که پیغمبر علیه السلام دست سر کف، رسغه و ساعد میگرفت. این را ساعد میگه. اینالی وقتی که از اینجا بگیریم پدر امام در زیر ناف تا امیالی شما خودتان تجربه کنید. کسایی که کمکی که من امیالی فعلا نمیتونم که در زیر ناف داخل چی کنم، نافی من اینه، من در زیر ناف اینجا گرفتن خیلی سرم سخت تمام میشه. او کسی که کمکی شکم داره پدرش هم زیر برده نمیتونه. از دمو خاطر او شما یک دفعه مردم نظر بکنه که امیا سریمی حدیث عمل کرده یا نه. کلشان سری حدیث عمل زیر ناف عمل کس نکرده. نه، این حدیث توسط حدیث بخاری 2 کیفیت آمده، قبض اینطور گرفتن و وضع ماندن. این ماندن است، این گرفتن است، هر دویش درست است. بعضی مردم ها اینطوری میکنن، اینطوری میکنن، این گپا غلط است. نامی چی را بد نکنی، هر چیز برای خود حد و اندازه داره. اینجا از ساعد گرفته میشه، گرفتن هم آمده، ماندن هم آمده. اینی طریقه دست بسته کردن است. در این جمع در بین زن و مرد کدام حدیث صحیح ثابت نیست که زن اینجا بگیره و مرد اینجا بگیره، قطعا نیست. این طریقه قیام است. در حالت قیام هم در جای سجده نظر میکنی، این طرف و طرفی گپا را نمیکنی.
باقی من در اینجا وقتی که موبایل زنگ میه برادرها قطعی هر دست میتونه موبایلتان خاموش کنی. چرا؟ به خاطر که اینجا خلل در خشوع نماز میاره و با یک دفعه موبایل گرفتن از جیب کشیدن هیچ کدام گپی نیست. پیغمبری طور وقت شده که دروازه را هم باز کرده، دروازه دمیروی بوده که تک تک کرده، پیغمبر چند قدم رفته دروازه را چی کرده؟ باز کرده. از او خاطری را عملی کثیر گفته مفسد نماز نه. باز مردم هم زنگار در تلفن ها مانده نه او یک ساعت نغمه خوانی شروع میشه اوی را خاموش نمیکنه. رکوع، طریق درست رکوع ده زمانی که آدم میره میگه الله اکبر، اینجا رفع الیدین ثابت است. الله اکبر قرائت که ختم میشه متصل آدم نمیره. قل هو الله احد مثلا ولم یکن له کفوا احد، یک کمی درنگ بکن زودی که در رکوع نرو. یکی از طریقه های سنت پیغمبر همی بود که بعد از ختم قرائت چی میکرد؟ سکته همی آرامش بود. یک کمی آرام میشد. مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توی نمیکنه نه، کفوا احد قرار شدم. باز الله اکبر در زانوها راست میشه. اینی قسم اینه، این زانوها پای راست است. انگشتا خوب امیطور فراخ میشه. در سر عینک زانو امی کف دست مانده میشه. اینه دیگه. در اینجا چند چیز است. یکی خود سر ایتور پایین نمیبریم، یکی طور بالا نمیبریم، بلکه برابر. اینی طور اینجا پیش روی ما چی است؟ اینی طور که اگر جام آب در پشت سرت مانده شوه آب هیچ طرف چی نباشه، کج نباشه که بریزه. این را رکوع میگه. بعد از او پس سمع الله لمن حمده رفع الیدین آمده. این جاهایی است که رفع الیدین دائمی آمده. در هر انتقال از نماز رفع الیدین آمده است، خب لیکن دائمی نیست. گاهی دمای یک دفعه آدم بکنه. خدایی در رکوع پایین شدن و بالا شدن دائمی است و همچنان از قاعده اول که آدم بالا میشه. باقی من یک گپ دیگه، سبحانك اللهم دعای استفتاح تنها سبحانك اللهم نیست. در روایت حدیث بسیار دعاها آمده. اللهم باعد بینی و بین خطایا، در کتاب اذکار براتان موجود است. الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دایی آمده. اینی وجهت وجهه. اینجا فکرتان بگیره. کسی که قبل از نیت که میخیزه اینی وجهت وجهه رو میگه، قطعا ثابت نیست. این بلکه بدعت جور میشه. چرا که از خود تو یک چیزی را اضافه برای نماز کردی. اینی وجهتو در جای سبحانه که اللهم آمده که گاهی آدم یک دعا را بخونه گاهی دیگر را بخونه، جمع نکنه امی دعاها را. این دعاها باید تغییر و تبدیل شد. هم در فرض آمده هم در نفل آمده. کسی که میگه این در نفل آمده این درست نیست، بلکه در فرض و نفل آمده. همچنان تسبیحاتی که در رکوع خوانده میشه تنها سبحان ربی العظیم نیست، بلکه سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی آمده. سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت آمده. سبوح قدوس رب الملائکت آمده. اینمی قسم. البته در دعای رکوع یک لحاظ بعضی محدثین این لحاظ میکنه، از خودی پیغمبر در رکوع جمع کردن دعاها نامده. ام یک دعا را که گفتی امور ادامه بده، زیاد خوانده برو. سبحان ربی العظیم میگی 3 دفعه 5 دفعه 7 دفعه 11 دفعه. البته در وقتی که امام باشی رعایت جماعت میکنی، خیلی دور و دراز نمیکنی. تا 5 دفعه را باید بگوی. چرا؟ 3 دفعه ادنا خو خیلی زود گفته میشه، 5 دفعه خو خامخا باید باشه. اما در صورتی که خودت نماز میخوانی برای خود میتونی تا زمانی میتونی که حتی رعایت جفت و طاقم نتونی، پروا نداره. منظوری تو دراز است. پیغمبر علیه السلام که نماز میخوان رکوعش برابری کی میشد؟ قیام. اینقدر دور و دراز میکرد. خو از خودی پیغمبر هم یک دعا به تکرار آمده، جمع در بین دعاها نامده. اگر کسی رعایت میکنه در رکوع هم یک دعا را تکرار میکنه، جمع نمیکنه. بعضی علما میگه که نه، در رکوع میتونی سبحان ربی العظیم بخونی، بعد از سبحانك اللهم ربنا و بحمدک بخونی، بعد از سبحان ذل جبروت والملکوت را بخونی. این پروا نداره. اگر کسی کرد جایز است، خو لیکن تابعداری پیغمبر علیه السلام تقاضا میکنه که این جمع یک دعا را ادامه بده، تکرار کو، جمع در بین دعاهای زیاد نکو.
اگر سبحان ربی العظیم گفتی امور ادامه بده، اگر سبحان ذی الجبروت گفتی او را ادامه بده، اگر سبحانك اللهم ربنا بحمدک گفتی او را ادامه بده. در کتاب اذکار است. ولی پس که ما میخیزیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، دو صورت شد. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. چند صورت؟ هر 4 صورت در حدیث آمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد کسی که منفرد تناگذار باشه مرد و زنی را گفته میتونه. اگر کسی امام است هم اردویش بگوید، اگر کسی مقتدی هم است اردویش. در حدیث برای اردویش آمده، هم امام اردویش میگه هم مقتدی اردویش میگه. این تو نیسته که سمع الله لمن حمده را امام بگوید ربنا لك الحمد مقتدی اردویش بگوید. البته در قومت دعاست. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد که گفتی حالی دیگه دعا وجود داره. حمدا کثیرا طیبا، این حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه در جای سبحانك اللهم هم آمده، همچنان در رکوع و سجده هم آمده. اگر کسی بگوید یا اینطور بگه چیست ربنا ولك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد. دیگه اضافه آمده اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد. چیست این اون قطعش اضافه شده میتونه. بعد از او میری در طرف سجده، طرف سجده که می الله اکبر. در سجده چی میشه؟ سجده انگشتا شفت میشه. دو کیفیت برای سجده آمده. یک کیفیت که دستای تا در پیش زانوها بمانی، سری تا پیش بمانی، سری تا پیش بمانی. دوم کیفیت دستارم پیش میمانی، سر در بین انگشتایت میمانی. هر دو کیفیت در سجده آمده. در سجده انگشتای دست طرف قبله است، انگشتا شفت است. در رکوع هم همونطور عادی سعی میکرد، اینطور نبود در سجده میگه در سر بینی سعی کنی، طوری نیست. در حدیث طور نامده، فقط همون جایی که نظر میخوره و نموجه میشه. در سجده فکرتان باشه که پایا اینطور انگشتای پای در ظاهر نباشه ماندگی، بلکه یک نوع هر قدر انگشتا را که قاط میتونی از هر دو پای انگشتایش باید قاط باشه و او را هر دو پای با هم بچسبانی. او هر دو پای با هم چی بکنی؟ هم بچسبانی در حالت سجده. یک کسی تمثیل میتونه سجده را؟ میز لند باشه میتونم، ما میتونم انشاءالله. که میتونی نمینجا تو پایت اوگار است همین جمع میشه. خیر. خب اول من خودم میکنم. در سجده پایین شدن برادرها اگر چه روایت ها دو تا است علما. کسی میگه زانو را پیش تا کنه، کسی میگه دستا را. نظری خود من 3 مرتبه دور خورده. یک دفعه قائل به این بودم که زانو پیش تا میشه، باز دیگه قائل بودم که دستا پایین میشه اول، باز قائل به این بودم که زانو. لیکن روایتی را پیدا کردیم بعد از خیلی تحقیق که دست اول تا میشه، دست اول اینطور تا میشه. ولی چی سجده میرم الله اکبر، اینا اول دست ماندم، بعد از زانو را دستا را پیش میبرم، اینا اینجا سجده میکنم، اینا در بین دستای پایان پشتی سر اگر ببینه پیوست است. هر دو هر قدر انگشتان که در زمین چسبیده است را چسبانده، یعنی انگشت اینه. این یک طریقه کیفیت سجده است. دوم طریقه کیفیت سجده انگشت دستان در اینجاست، سجده را اینجا میکنم. بیام آمده در بین سجده اینجا در حدیث آمده که یک بزغالگه وارد چی شود؟ در زیر گیر شود. این در وقتی نه که جماعت نباشه، که جماعت باشه باز این آدم شفت میشه نمیتونه. یعنی قدر انگشت در حالت طبیعی. پس در سجده دوم میرم، از سجده دوم که پس بالا شدم، اگر در رکعت بالا میشم یکم اینی قدر میشینم، عمیق مقدار میشینم که استخوانایم آرام بگیره. این را جلسه چی میگه؟ استراحت. البته اگر کسی شیشته نمیتونه، عذر از برش یا نمیشینه، جلسه استراحت سنت است، گاهی بکو گاهی ترک بکو، پروا نداره. خب وقتی که بالا میشم حالی دیگه دستای خدا چطور میکنم؟ مثل که خمیر میکنم. این اسای کنه دستای خدا اینجا مانده مینه مثل که خمیر وارد. او بعد از او بالا شدم، اینا دستایم در زمین است، زانوها را بالا کردم، بعد از او بالا شدم. این در رکعت دوم. در رکعت دوم اون کلمات گفته میشه. پس آمدیم در دوم رکعت در قاعده نشستم.
در دورم رکعت قاعده اول است. پای راستم استاده است، سری پای چپ نشستیم، انگشتای خود در سری رانا ماندیم در حالت عادی، شفتم نه خیلی گشادم نه در حالت عادی. دمی مجردی که قاعده نشستم، اینی 3 انگشت خود دور میدم قاط میکنم، 3 انگشت. اینی 2 انگشت چی؟ 2 انگشت قاط میکنم، این 2 انگشت دبل کلان قطی ما بین حلقه کردم و 1 انگشت که را مسبحه میگم، این را بالا گرفتم. این بالا گرفتن یک طریقه اشاره است. این سنت است، سنت پیغمبر علیه السلام. در این 2 کیفیت است. یک کیفیت تا آخر آرام بگی، این حدیثش زیاد آمده. یک اینطور آمده که حرکت بده خود در وقت دعاها، در وقت طلب. وقت طلب کدام است؟ التحیات لله و صلوات و طیبات، السلام علیک، السلام علیک. سلام بالای تو باشید، طلب دعاست. این را شور داده میتونم. کسی میگه توری شور بده، کسی میگه این تو حرکت بده، این تو القا حرکت بده، کسی میگه این تو نه. بهتر است که خیلی حالت نرمال که دیگه مردم هم توجهش در طرف خود نگردانم، حرکت بدم. این در وقت طلب، در اللهم ربنا آتنا اول تا آخر طلب است، نه اول تا آخر شور داده میری. گاهی این دائمی عمل نسازی. یک کیفیت است. دوم کیفیت، این انگشت خودم قاط میکنم قطعی 2 انگشت دیگه، انگشت دبل میگیرم در بغل ازی میچسبانم. این دوم کیفیت. سوم کیفیت، انگشت کلان میگیرم در بیخی امی انگشت مسبحه میمانم. چهارم کیفیت، کلی انگشتا را اینطور قاط میکنم، ایرا چیسته امی طور بالا میگیرم. این 4 کیفیت برای اشاره در حدیث صحیح آمده. هر کدامش که کسی میکنه درست است، خواه از اول است تا آخره. در قاعده اولم در قاعده آخرم. کسی که میگه که در الله بالا کو، در الله تا کو، در یک حدیث ثابت نمیتونه. فقها نوشته کرده لیکن در حدیث سند نداره. در حدیث آمده که از اول قاعده شروع شده حتی سلام هم دور داده شود. پس از اینکه سلام دور داده شد، اگر کسی حتی در استغفرالله همینطور داشته باشه خوب است. قاعده اول تا عبده و رسوله را خواندم. بعد از باز اینی طور مثل خمیر واره پای خود برابر میکنم، خیستم. از قاعده اول که میخیزم اینجا رفع الیدین آمده، الله اکبر از زیر میگم، این رفع الیدین اینجا کردم، دستای خود بسته میکنم. رکعت سوم یا بعد از رکعت چهارم هم به می سیستم ادا میکنم. در قاعده که میشنم در دوم قاعده، کدام نمازی که دوم قاعده داره، این قاعده تورک است. تورک 3 کیفیت آمده در حدیث. تورک این را میگه که اصل سری یک بغل میشینی، یک پای راستی تا استاده کردی، پای چپ بیرون کشیدی از اینمی زیر پای. اینجا گپ دیگه، این آرنج ما قطعی ران ما بکمل چسبیده است. القا کردم انگشت خدا، خوی دست ما در پیش زانو، در دیگه قاعده انگشتا بالا بود، در این قاعده در زانو اینی طور لقمه کردم زانو را. اینجا این مثل تار واری شده. اینی قسم اینی قاعده است. چای که پایم در زیر پای دیگه برآمده، پای راستم استاده است. این پایم چی میکنم؟ اینی طور مالی پای میده است، نمیتونم این کاره، چرا که سرم فشار میاد. خیلی طور هر دو پای یک طرف کشیدم، سرمی بغل شیشتیم. اکثر زنا فعلا که و میگه تورک نمیتور است، مالی خود گرفته نمیتونم. این طور یا همونطور است. یک کی دیگه کی پای ازی بغل بکش، ای را قط کرده، ای را ازیجا کشیده، اینی طور شیشته. این 3 کیفیت در حدیث صحیح ثابت است. اینی قاعده است. در هر نمازی که قاعده دوم داره تورک است، در قاعده اول چی است؟ افتراش. اینی طریقه نماز خواندن است. سلام که دور داده میشه، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم. گاهی یک طرف هم سلام آمده، السلام علیکم و رحمت الله. این در سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اینجا 6 کیفیت سلام آمده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله، 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 السلام علیکم. باز یک سلام اینطور در پیش روی. این کیفیت ها کلش در حدیث آمده. اگر کسی سریزی عمل میکنه بالکل درست است. در تسبیحات سجده هر قدر تسبیحات که کسی جمع میکنه، دعاها را جمع میتونه، دعاهای قرآنی را جمع میتونی، سبحان ربی الاعلی را، سبحان کلش جمع میتونی. بسیار دعاها را، دعاهای قرآن
و یکی در قاعده تنها یک اللهم ربنا آتینا نیست. هر قدر دعایی که یاد داری جمع بکنه. از همون خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه هر حاجت و دعایی که انسان داره در داخل نماز بکنه، باز خصوصا در حالت سجده. چرا؟ به خاطر که حالت سجده انسان به الله چی میباشه؟ خیلی نزدیک میباشه. از او خاطر دعاها را غیر به عجمی به الفاظ فارسی و پشتو نمیتونیم. اینطور گفته میتونیم که الله مقضی حاجتی، الله حاجت مرا پورا کو، اما حاجت در ذهن خود چی کردیم؟ گرفتیم. این را در سجده میتونیم. یعنی تنها دعایی که مناسب به شان مسلمان است که بگیم که الله مرا یک شروع تلخ این بیگاه بده، اینطوری را گفته نمیتونی. این را گفته میتونی که الله مرزقنی زوجتا صالحتا حسینتا، الله برای من یک زن خیر چی زیبا و صالح نصیب گو، و او بگه الله مرزقنی زوجا صالحا. این دعا هاست در سجده میتونی، در قاعده میتونی. اینی طریقه نمازی کی بوده؟ پیغمبر علیه السلام. فرق در بین نماز زن و مرد در یک حدیث صحیح کسی ثابت کرده نمیتونه. او شما چی میگه که پیغمبر 9 زن داره؟ آیا نماز مهمترین عبادت است؟ اگر فرق مردم می داشت زنای خدا میفهمند یا نمیفهمند؟ این رسالت پیغمبر است که باید بگوید، ولی در یک حدیث نآمده. بلکه زنا در جماعت شریک شده به امر پیغمبر و پیغمبر در سر منبر نماز تشریح کرده و بعد از او به کلگی گفته که صلوا کما رأیتمونی. مرا در اونجا فرق نماز پیغمبر برای زنا ثابت نیست. از او خاطر فرق موجود نداره. به نمی سیستم نماز است. ولی کسی که میگه که نه امی سیستم یکیش غلط است، فعلیه البیان، بالایش بیان است، دلیل بیاره بگوینی گپ نیست. در حدیث این حدیث ها را ما جمع میکنم در یک ورق برای هر کدامشان با امرای اوله ان شاء الله. و اگر کسی کتاب کار داره، کتاب روش نماز قدمه است ان شاء الله، اما قدر با مبای اصلیش براتون میدیم. روش نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شیخ البانی صاحب. در سجده فکرتون باشه آرنجا در زمین نمیچسبه. سعی کنید در نماز مشابهت با حیوانات منع کرده. نعوذ بالله مرکب باری سر خم نمیگیریم. صحیح است؟ این یکی دیگه مثل روبا واری خود آرنجا را نمیچسبانیم که آرنج در زمین بچسبه او شکمی ما در آن بچسبه، رانی ما در ساق بچسبه. این کار را نمیکنیم. با مثل نعوذ بالله اقعایی را میگه. یک آدم که نماز میخونه اینطور پای خود استاد کرده، دستای خود اینجا مونده، اینی را اقعا میگه. اقعایی با مثل سگ است. این را پیغمبر منع کرده. در نماز کسی توری خوانده نمیتونه. یک اقعای توریست که در بین 2 سجده پس آدم بالا میشه، هر دو پایش استاده است اینطوری. این ثابت است در حدیث. یک آدم اینطوری میشینه در بین 2 سجده، این بالکل ثابت است. خود سجده آرنجا بلند میباشه. بلکه اگر کس نباشه آرنجا را وسیع بالا بگیریم. اگر باشه او خود قید است دیگه، در قیدی ضرورت است دیگه. نه بین زن و مرد فرق نیست. سجده سهو در کتاب فقه تانی تو آمده که تحیات بخوان تا عبد و رسولو، بعد از او یک طرف سلام بگردان یا 2 طرف و بعد از او از چی باز بعد از او چیسته میگیرن، باز از تحیات شروع میکنه، وقتی که خلاص شد سلام میگردانه. سجده پیغمبر علیه السلام 2 قسم آمده، یکی قبل السلام یکی بعد السلام. در 2 مورد قبل السلام آمده. کسی که قاعده اول ترک کرده باشه و کسی که شکی شده باشه که یارم 2 خوندم یا 3، او بنا به عقل میکنه، در فکر خود 2 را میگیره، نماز خود خلاص میکنه، با سلام نه در داده اللهم ربنا آتینا را که خواند، اللهم انی اعوذ بک را که خواند، سلام نه در داده الله اکبر سجده میکنه. پس که می بالا شد السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم، خلاص. در اینجا فقط یک سجده شد و آخری سلام. اما در دیگه امور غیر از 2 امر، هر زیادت و نقصانی که در نماز آمده باشه، وقتی که اللهم ربنا و دعاها را خلاص کردیم، یک طرف سلام میگردانیم السلام علیکم و رحمت الله، باز الله اکبر 2 سجده میکنیم که همین سجده را خلاص کردیم، هر 2 طرف چی میگردانیم؟ خلاص. اینی سجده سهو است. میگه اگر نماز به طریق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بخواند چه حکم دارد؟ بعضی مردم میگویند که مجتهد خیر القرون را پیروی نماید. این دلیل نیست که مجتهد خیر القرون پیروی نماید. هیچ جای کدام دلیل نامده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما را توصیه میکنه به عمل پیغمبر علیه السلام. اگر کسی به بنابر فقه امام ابو حنیفه نماز میخونه نمازش میشه،
اما او توصیه را کرده که پیروی از حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بهتر است از اینکه او میگه. ولی او مثلا قائل است دست در زیر ناف بسته کنیم، اما یک آدم عالمی با انصاف وقتی حدیث مطالعه میکنه حدیث در سر سینه بسیار قوی است از او کده. ولی دیگه طور نگه که نه امام صاحب گفته ما به هیچ وجه این اعلان نمیکنم. اینی را تقلیدی نادرست میگه. تقلیدی چی؟ مذموم که دلیل ثابت است تو تابعداری دلیل نمیکنی قول امام تا ترجمه میدی. از همون خاطر یکی از جمله تقلیدهای مذموم است که امام مجتهد خود از خطا معصوم بدانی که بیخی معصوم است هیچ خطا نمیشه. اینطور بگویی یا نص صریح با معلومدار آمده تو بازم مخالفت نص صریح میکنی، این باز چی نیست. او دایی برآمدن از مذهب نیست. نماز به می طریقه خواندن بگوی برآمدن چرا که خود گفته به مطابق چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. صلی الله تعالی علی خیر خلقی.